هوراجان توسط گروه طالبان به قتل رسیده و حتی زیادتر هم نشر شده که سر هوراجان طالبان تجاوز کردن و بعد از هورا را به خانهش آوردن و تهدید کردن که اگر شما در رسانه این حرفا را بگویین، یعنی اونا را تهدید کردن، یعنی برای تهدید کردن که نباید بیان کنه. و در این مورد میشنویم که آیا طالبان چنین کار را کردن نکردن و همچنان دیگه که زیادتر شایع است که میگن هورا در محفل رفته بوده. در این مورد میشنویم که آیا اینا حقیقت است نیست؟ خیر، محفل نبود، خانه دوستش رفته بود. وضعیت دوستش خوب نبود. گفته با او را گفته بیا اتفاق پیشم، خیر وضعیتم خوب نیست. خانه از او رفته پیش از او که او را آرام کنه. نه محفلی بود، نه میمانی بود، نه دیگر. و کار امارت هم نیست، کار همون دوستاش. حتی ما که همون جمع قماندانی هم رفت دادیم وقت همین قضیه، ما را گفته بود هورا سادات گفت فامیل شماست؟ گفتیم بله. هورا جان خدمت میکرد در وطن، چی تو به قتل رسیده؟ ما هیچ وقت گفت که ما شیطان ایمانیم، همکاری میکنن. یعنی طالبان هنوز با شما همکاری کردن؟ بله. گفته که دختر افغان گفت که همگی میشناسن، که واقعا خودم هم جگرخون شدیم. دوستای عزیز، قسمه که شما از زبان خواهرای هوراجان عزیز که انشالله جایش بهشت برین باشه شنیدین که طالبا در مرگ هوراجان هیچ نقش نداشته، فقط